بریم یه خاگینه خوشمزه درست کنیم. اول آب و شکر رو داخل ظرف می‌ریزیم و روی حرارت قرار میدیم. وقتی از بغلا شروع به حباب زدن کرد، به ترتیب هل، زعفران و گلاب داخل ظرف می‌ریزیم. بعد از 2 دقیقه از رو حرارت برمی‌داریم و می‌ذاریم خنک بشه. حالا توی یه ظرف تخم مرغ‌ها رو میشکنیم و با همزن میزنیم تا رنگشون عوض شه. حالا شیر، زعفرون و هویج رو به مواد اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. آرد و بیکینگ پودر رو که با هم مخلوط کرده بودیم روی مواد الک میکنیم و هم میزنیم. ماهیتابه‌ای که چرب شده رو روی حرارت میذاریم و نصف مواد رو داخلش میریزیم و شعله رو کم میکنیم و دربش رو میبندیم. وقتی مواد منسجم شد، مواد داخل خاگینه رو روش میریزیم و در آخر باقی مواد رو روی اون اضافه میکنیم و دوباره درب رو میبندیم. وقتی یه طرف خاگینه سرخ شد، برش میگردونیم تا طرف دیگه هم سرخ بشه. تو این مرحله شربت خنک رو به خاگینه داغ اضافه میکنیم و اجازه میدیم خنک بشه. نوش جان.